اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم مصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. شب سوم ماه محرم، ماه عزاداری، ماه فهم قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مشهد الرضا علیه السلام محضر شما هستیم. امیدواریم که خود حضرت در این ماه که به استقبال بیپناهان، گمشدگان، عقب موندگان آمده است، دست ما رو بگیره. وقتی که بعضی تو از ادعیه ها اینها رو آدم میخونه میبینه هم بیپناهه، هم غریبه، هم اسیره. ما واقعا اینا رو داریم. بنده که خودم اینجوری همین حضرت هم اومده است انشاءالله به صورت ویژه و خاصه، چون اینا دیروز عرض کردم لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال دست ما رو میگیرن. یعنی خودشون رو فرمود، همین امام موسی علیه السلام فرمود ما حکم مادری و پدری برای شما داریم. هیچ وقت پدر مادر بچهش رو رها نمیکنه. ما هستیم که دست مبارک اونها رو رها میکنیم و دنبال مثل همون بچه‌ای که اسباب بازی میبینه یا یه بستنی ببینه غافل میشه. این پدر مادره که میاد از غفلت بیرون میاره. بعضن هم اونقدر غفلت میکنه گم میشه، پناهی جز گریه نداره. یا توی چاهی افتاده گرفتار شده است، دیگه شروع میکنه این بچه به گریه کردن، غلط کردن، گم شدن، بی توجهی کردن. اما پدر مادر هیچ وقت این رو رها نمیکنه و دنبالش. اما توی این ایام ها مثل رجب و شعبان و رمضان و ذوالقعده و ذوالحجه و خاصه در ماه محرم ویژه میخواد دستمون رو بگیره. اون ویژه‌ش رو عزیز دلمون قاری بزرگوار خوندن که ملائکه سوال کردن بابا این چه خونریزه؟ این خون و خونریزی و خون آشامه. چی اینو خلق فرمودید؟ فرمود اون چیزی که من میدادم لا تعلم، شما نمیدونید. اعلم ما لا تعلمون، قرآن اینو فرمود، شما نمیدونید. پشت سرش فرمود که بله به این علم، بله، و علم آدم الاسماء کلها رو خوندن.
این شما نمیدونید، به این من چیزهایی آموختم که شما اطلاع ازش ندارید. وقتی که مطلع بشید همه به سجده خواهید رفت و همینجوری هم شد و تمام ملائکه به سجده تک تک شما در عالم تکوین. این جایگاه شماست. حضرات به چیزهای بی ارزش اخلاقی جان مبارکشو نمیده، زینبشو اسارت نمیبره. اون عظیم هست، برای یک امر عظیم قیام فرموده است و اون غیر از این آیه که الان تلاوت شده نیست. این جایگاه حصیل ماست. اما اگر این شؤونات کذایی که برای خودمون درست میکنیم، فهممون، مدرکمون، تدریسمون، تحصیلمون، موقعیتمون، پولمون، اینا باید زیر پا له و لورده بشه و الله برمیگردیم همون چه ملائکه باطن ما رو دیدن، خونریز و خون آشام و یعنی کسی که از او توجهش ببره این خون آشامه. خون آشام نیست که خون رو بخوره، خون ریزی کنه. این در حقیقت خون ابا عبدالله رو میریزه. این چنین فردی که غیر او رو ببینه، به شؤوناتش توجه کنه، هرچی هست رو زیر پا له و لورده میکنه. اون حقیقت خودش رو که ابا عبدالله علیه السلام هست به قربانگاه میبره. براش مهم نیست. توی موقعیت‌های شغلی و موقعیت‌های خدا انشد گناه و اینا میبینی که قشنگ سر ابا عبدالله علیه السلام میبره. اونا درست دیدن. اما اگر والذین جاهدوا، این جهاد با نفس که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود باشه، اهل بیت کمک میکنن، انسان میرسد به همون جایگاه اصیلی که داره، مقام اسمایی که علی علیه السلام فرمودن نحن اسماء الله، یا یه جا قسم میخوره والله نحن اسماء الله. اینو به شما یاد دادن، تکوینا تو وجود شما هست. همینطور که اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، انسان اگه به مقام اسمایش نائل بشه که خدا در وجودش قرار داده، ما هم مثل حضرات در عالم ساری جاری خواهیم بود و الا مبتلا میشیم به خونریزی. الان موقعیت ها رو که انسان از دست میده، فرصت هایی که از دست میده، این همه خونریزی هست و جز این نیست. حالا به یک شکلی انبیا رو ائمه رو کشتن، یه عده فرامین اینها رو کشتن، هیچ فرقی نداره با اینا. کسی که دنبال هوا و هوس هست، موقعیت خودش هست، مطرح شدن هست، در هر جایی که کجا مطرح بشه، این مخلوق چی هن که در مقابلش و عزیز باشی، اونا دوست داشته باشن. یعنی خودش یک مخلوق ضعیف بیچاره و بدبخته، خود چیه که به تو احترام بذاره؟ اما ما به خاطر یک امضای فشنجیش تا اینجا دلا میشیم براش، به خاطر یک محبت کاذب کذایی حسین ما میفروشیم براش. این خونریزه. اینا رو دقت نداریم. تو زندگی هممون هست. کسی محبت کنه بهش محبت میکنیم، کسی محبت نکنه توجه نمیم، کسی احترام بذاره احترام میذاریم. کسی مثل من میان تشر میزنن به بعضی جدید الوروده، فکر کنن خبریه.
بزرگان رو برو بخونید، باید اونقدر در بزنید، التماس کنید، 100 بار بیای بری قبولت نکنن. تا و خیلی رو من همینجوری ورود اول امتحان میکنم، هیچ ارزه این آدم شدن در وجودش نیست، با تبخر و با فلان. خودتو بذار کنار، بیا. نمیتونی سلوک کنی با شؤونات، با فهمت، با چی و چی هستی، هیچ جایی نمیرسی. اگر میخوای جهاد کنی مثل جهاد اصغر زمان 8 سال دفاع جنگ چیکار میکردن این بچه رزمنده ها؟ هرچی داشتن ول میکردن، پشت میکردن بهش تا مقام شهادت و جهاد به اینا عنایت میشد. تو جهاد اکبر اولا به همین هست که همین ها رو رها کنی، مخصوصا این شؤونات شخصی فرد بیچارمون کرده است. فکر می‌کنیم کسی هستیم، نخی آه تو هیچی. هرچی کوچیک بشی بزرگ میشی، هرچی بزرگتر خودت نشوندی بدتر. هرچی نیازمند به این باشی که تو را بزرگ بخوانن کوچکتر میشی، آبروت هم میره، همه هم میفهمن. اینی که این مقام و جایگاهی که الان این عزیز دلمون تلاوت کردن حالت اعتراضی نبود، سوالی بود برای ملائکه، چون باطن رو میدیدن. این آدم خونریزه. بعد پاری تعالی فرمودن یه چیزهایی من میدانم شما نمیدانید. اون اینی که به این علم آدم الاسماء کلها رو قرار دادم. جایگاه شما اینه عزیزان من. اینی که امام فرمودن و قیامشون هم بر اساس همین بود. پوششش حکومته، نایمد که حکومت علی السلام حکومت میخواد چیکار کنه؟ عالم عوالم رو حکومت میکنه. ابو عبدالله زهزا یه حکومت برای یک مخلوق ضعیف چه ارزشی داره که ابو عبدالله بعضی از نفهما فکر من آقا بره. نه، اون پوشش یه وسیله است. امام هم فرمودن ما قیام کردیم برای عرفان، برای معرفت. ولی خب انسان ابزاری باید داشته باشه، میخواد نجاری کنه، ابزارش حکومت به صورت یک ابزاره، یه چکش و میخه. خود انسان جایگاهش عظیمه، او میسازد. لذا فرمودن پیامبر گرامی اسلام اومد همه رو مثل علی تربیت کنه. همین فرمایش قرآن رو میگه همتون اون مقام اسمایی که من علی دارم شما هم دارید. تکویناً خدای تبارک و تعالی تو وجودتون گذاشته. نحن اسماء الله، ماییم اسماء الله، اونم تو وجود شماست. قرآن میخون آقا اینی که مخالفت با عرفان و معرفت میکنید مگر غیر این مطلبی گفته میشود؟ چرا اینقدر باید کر و کور بمانید؟ شما فرض بفرمید انگار مدیر، حتما هم هستید، خیلی از رفقا مدیران برجسته یه جایگاه های خیلی بزرگی هم هستن، حتی در حد وزیر و معاون وزیر هم رفتید. چی شد؟ شما فکر کردید یه خبری هست، دیدید نه بابا. بعد چند روزی گرفتار این شؤون کاذب و بعد دیدید که هیچ خبری نیست. فرمودن بروید دنبال باقی، اون چه همیشه هست، نه اون چه 2 روز هست و 2 روز نیست. این شؤونات و خودت هم 2 روزه هستی، کل 60 ساله. بعدش دیگه خدا حافظ. دنبال چی؟
انا الفانی انت الباقی و انا الفانی. چه کسی باید به علی علیه السلام اینو به ما یاد میده؟ اگه بخوای باقی باشی این آیه رو باید اون عظمتی که اومده اینو ظهور بده. شایستگی ظهور اسمای ما که علم آدم الاسما رو قرآن فهمید تو وجود تک تک ما هست، جز اسماء الله کسی دیگه این نمیتونه معلم این حقیقت باشه. تمام این ابزارهای زندگی، زن، فرزند، پدر، مادر، هر چیزی که انتساب سببی و نسبی، همه عین کارتونه. شما کدوم نجاری رو دیدی فرض به ابزارتو بگیره بغلش بوسش کنه با خودش بخوابه آی فلان ابزار انداختون جر وقت لازم باشه سوال میکنه؟ این سوالهای خیلی ساده در حد فهم خودم از من حواس ما. همین اسباب و مسببات جز همین ابزار نجاری چیز دیگه ای نیست، هیچ ارزشی نداره. اما از اون چیزی ساختی اون ارزشمنده. اگر انما الدنیا لعب و لهو و زینتون، یعنی چی؟ بالاتر از کارتون میگه. اصلا لهو و لعبه. باز کارتون یه نقشی هم داره، هیچ نقشی هم نداره. فرمود که اموالکم و اولادکم فتنه یا عدو لکم. همین زن و بچت، همین دارایی ها و شؤونات اجتماعی که پیدا کردی، همین مدرک تحصیلیت، همین علمت، عدو لکم. مگر از این ابزار درست استفاده کنی؟ درست استفاده نکنی همین چکش برای نجاری میتونی بزنی به سر یک مغزی رو متلاشی کنی. خیلی از شؤوناتی برای خودمون قائلیم اینجوری جامعه رو هم متلاشی میکنیم مثل چکش، خودمون رو و خانوادهمون رو، و از همه مهمتر اون قابلیت وجودیمون. اون وقت همین دماغ چیز ملاچه ها گفتن با این خونریزه چرا همش بیاد پیاده کنیم ببین ما چقدر خونریزی کردیم، چقدر توی کثافت فرو رفته است انسان. امروز من باید بفهمم این عظمت اونقدر عظمت داره. حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت علامه طباطبایی با اون عظمتش میفرماید هر چیزی که به نام انسان، ببین به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام انتساب به او پیدا بشه، حتی اون طبلی که با آنچه بعضی از مراجع مخالفن زده میشه برای به نام ابا، همون طبلم روز قیامت شفاعت خواهد کرد. فرمود هم پاچه های سیاه شفاعت میکنه. شفاعت نمیگه که مثلا بیاد جایگاهی فلان داره در پیشگاه الهی، میگه حق شفاعت داره. علامه طباطبایی میگه همین پارچه چون به کجا نسبتش به ابا عبدالله، خدا این ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اینقدر دوست دارد، اینقدر جایگاه دارد، هر چیز کوچکی که نسبت به او داده بشود. حالا عزیزانی که تو این ایام خوشا به حالشون به هر شکلی در خدمت ابا عبدالله حسین و ماه محرم و عزادارای هستن، هر کسی، یکی با کفشداری، یکی با شام دادن، یکی با پارچه زدن، یکی با حضورش، یکی با پوشش، هم هر جوری که شما میفرمایید. دیروز عرض کردم شما توی پارانتز اینو دقت کنید، این پیروزی که به دست اومد تنها عزیزانمون توی
پشت لانکرها نبوده. این حضور شبانه شماها در میادین، در صحنه بودن، چون انتصابتون به انتصاب پرچم ابا عبدالله حسین هستن، فریاد میزنید خدایا این پرچم ما دوست داریم، حاضریم زن و بچه جانمون رو بدیم این پرچم ذره صدمه نبینه. خب آیا این انتصاب، این هیچ حسن رشد مثل اهل سلوک و عرفان و اینا نه، هیچ نه. آیا اینا میتونن به اندازه این پارچه نیست روز قیامت شفاعت کنه؟ بگید دیگه. هم خدای تبارک تعالی، ما گفتیم نقدیه، بحث شفاعت رو 3 سال پیش کردم. شفاعت نقدیه، بنده شفاعت بعد رو نمیخوام. فریادم زدم گفتم یا ابا عبدالله، یا امام رضا، اگر قراره که در موقع مردم بیای سراغ من، الان من مردم، بیا. فریادم زدم اگر شفاعتی هست الان شفاعت من میخوام دگرگون بشم، میخوام این آیه‌ای که الان تلاوت شد رو بفهمم، میخوام بتونم خونبهای ابا عبدالله حسین علیه السلام رو بفهمم و ادا کنم. وظیفمون هست. وقتی که علامه این پارچه سیاه چه انتصاب پیدا میکنه به حضرت، حق شفاعت داره، این مردمی که هنوز هم ادامه داره بیش از 110 روز در خیابان و میادین، و مگه اینا حق شفاعت ندارن؟ هم در این دنیا مورد شفاعت واقع شدن، قدرت و عظمت اسلام و ایران رو به دنیا رساندن. خدا هم کمکش کرد. بدون استعانت خدا این حضور مردم و این لانکرهای ما، رزمندهای عزیز ما، بدون اعانت و استعانت پروردگار متعال و آقا امام زمان کاری بودن. اما چون ما خواستیم، فرمود ادعونی ما عملی شد. مولم اجابت کرد استجب لکم، ولی بشین تو خونه، خدا حافظ ماستی که نگه داریم. نه آقا، از تو تلاش نباشه دست تو رو نمیگیرن. چه تو الان تلاش میکنی، در مجاهده میکنی در تمامی صحنه‌هایی که هست، همین صحنه تهذیب نفس و مجاهده بانه. اون وقت لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا رو دید، خدا دستو میگیره. دست تمام ایرانی‌ها رو ایران گرفت، ترامپ بیشرف رو به زانو در آورد و خدا تبارک تعالی فوق اون چه مثلا هم خواستیم الان چیز بشه، یه صلحی بشه دیگه، اون نزنه ما نزنیم، نه، تو رو آقا میکنم در جهان. الان قدرت 4 و تقریبا هم به این همسایه‌ها شناخته شده. بابا اینا شیعه خیلی خوبن، اونقدر علیه ما توی این جاها صحبت شده، یعنی علمای کثیفشون. والا مردم عزیزمون اهل سنت که من خاک پاشون هستم چون مسلمونن، اما اون شیوخ عوضیشون اونقدر توی این گوش اینها خوندن. ولی الان خدای تبارک تعالی 1000 تا درهای موفقیت رو برامون باز شد. دنیا فهمید که ایران نه اهل جنگ، نه اهل مداخله هست، نه اهل تحدیه، اما در مقابل ستم مثل مرد ایستادگی میکنه و ایستادگی کردید. جوابتون هم گرفتید. یکی نه از تنگه حرمت تا قدرت ها و قدرت معنوی و تشیع در عالم مطرح شد. خدا را 1000 بار شاکریم. لذا جایگاه تو کدوم؟ همین قرآن چی فرمون؟ ملائکه گفت آروم باشید، درست دیدید. این خون ریزه از این دنباله کثافته.
اما یه چیزایی من میدونم که شما نمیدونی. اون جایگاه علم آدم الاسماء کلها هست. انسان اگه به این معرفت پیدا کنه دیگه برای 2 روز تکبر نمیورزه، غرور نمیورزه، فکر نکنه کسیه. اگه کسی هم هست پیشگاه خدا کسی باش، خیلی ارزش داره. کاری کن که خدا و اهل بیت دوست داشته باشه. 2 تا مخلوق بی سر پا تو رو دوست داشته باشه نداشته هیچ ارزشی نداره. احترام بزن نزدن. سعی کن کسی که احترام نمیکنه، چون شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام محب الحسین هست، محب زهرا هست، نسبت به بدیش خوبی نشون بدی اگه مردی. ننه خالم برای گربه هم اینو بلده، یه چیز بندازی میاد اون پاشو میماله ببوده. کسی محبت کرد محبت کنی، کسی احترام کرد احترام کنی. این مال گربه هاست. به کسی احترام بذار چه به تو بی احترامی میکنه، چون تو چیزی بالاخره یک چیزی هست شما شاید اشتباه میفهمی یا درست میفهمی، چین غلط میگه یا درست میگه، خیلی مهم نیست. ولی میدونی چه این محب زهراست، میدونی چه این مسلمونه، میدونی چه این بالاخره شیعه هست، میدونی چه قرآن تلاوتی، میدونی چه زیارت امام رضا. همین چه زیارت امام رضا علیه السلام اومده، او رو به امام ببخشش، بدترین بهت مثلا ظلم را کرده باشه. آیا این چنینی هستیم؟ اگه این چنین نباشیم میشیم کدوم؟ همچه ملائکه دیدن. خونریزی نسبت به معارف الهی و ارزش‌های الهی. خب بریم به اصل مطلبی که حضرت استاد میگه. بنده چی بگم؟ امیدواریم که حضرات ائمه اطهار علیهم السلام، خاصه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، بالاخص مهمان حضرت امام رضا علیه السلام هستیم، خودش دست هممون رو بگیره و این جایگاهی که قرآن فرموده است که بالقوه و تکوینا در وجود همگی ما هست، انشاءالله با عنایت اینها و التماس به محضر اینها یقینا بهش خواهیم رسید. اگر اینجور غیر این بود تو این مجالس نبودیم، محضر امام رضا رؤوف علیه السلام نبودیم، محضر مشاهد مشرفه نبودیم. همه اینها اینی که اونا ما رو برگردیم به چیز هم ما بچه های اونا هستیم، خیلی گهگاهی گرد و خاک میکنیم دیگه، نمیفهمیم. اونا هستند که ما را متنبه میکنن، اونها هستند که ما را متوجه خودشون میکنن. قبل از اینکه ما اونو یاد کنیم اونها ما رو یاد میکنن، همش دنبال ما. و حیف است که بی بهره باشیم از این همه فیوزات الهی. سال تصمیم گیری عزیزان من، تصمیم بگیریم، ول کن. دیروز عرض کردم چرا این همه توصیه شد برید قبرستانا تفکر کنید، تأمل کنید. فرمایش شهید سردار سلیمانی رو براتون خوندم، آیه قرآن رو خوندم، بمیرید قبل از آن چه بمیرید. شهیدم همینو فرمود. شهید قبل از این که شهید بشه شهید شده است. این مطابقت کامل با آیه قرآن داره، مطابقت کامل با این داره. میره قبرستان دیگه خودتو بذار اونجا، برگرد. آدم میره قبرستان خودتو دیگه بذار اونجا. کسی که از دنیا رفت در دسترسی به هیچ چی از موقعیت‌های اجتماعی و پولی نداره، اولادی یا اموال نداره، تموم شد. تو هم خودتو بذار بیا، اون وقت اینا تو رو اسیر نمی‌کنه. مخصوصا شؤونات فردی،
امان از دست این شؤونات. چیزی به خودت قائل میشی بیچاره‌ای. فرمودن پوزشو به خاک به ما. یه چیزی نمیدونم حالا یقینیه که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، فرمود برای تکبر چیه؟ فرمود تو آینه نگاه کنی توف کن و توف. علی علیه السلام فرمود میدونی که خیلی تکبر غرور اذیتت میکنه، ببین تو دستشویی چی میریزی. دیگه کارخونه اینی دیگه. تو چی هستی؟ فلان فلان میگه. اما نسبت به مسئولیتی که آدم تحویل میگیره، چه مسئولیت تهذیب نفس، چه مسئولیت اجتماعی سیاسی، محکم قوی. من عرض کردم ائمه هم بهترین بالاترین اخلاق و محبت و توی خونه داشتن برای بچه‌هاش. اما وقتی که امر الهی، احیای امر الهی، علی اکبر اسلام میاد اجازه میدان میخواد، بیدرنگ به اون یکی ها هم چون فرزندان امام حسن اسلام بودن، اصحاب بودن، دلش نمیخواد حضرت برن، دیر به اونا اجازه میدان میداد. وقتی علی اکبر علیه السلام میاد، چون از مستقیم از وجود نازنینش بود، میفرماد برو. ما باید این چنینی باشیم. کم کم دیگه حالا ما چنین، ولی اونا تمام رفتارها و کردارهاشون برای ما الگو هست، سیره هست، اسوه هست. امیدوارم که از تابعین واقعی این حضرات قرار بگیریم. بحث دیروز در رابطه هم بود که فرمودن نمیتونیم، امام حسین علیه السلام خیلی زیبا بود، اگر اجازه بدید من این رو تکرار کنم. ای محبوب من یا ای معبود من، با حقیقت ایمان که اینا رو توضیح دادم و عزمهایی که جزم به یقینم شده و با توحید خالص و آشکار و کنه وجود و باطن ضمیرم و حضرت میشمارد، چنانچه به درازای روزگاران، شما نمیدونم الان از حضرت آدم چندین هزار سال میگذره و ایامشون اگر به این اندازه همینا بکنم و با همه حقیقت ایمان و عزمهای فلان و فلان توحید خالصم تلاش کنن، شکر یکی از نعمتها. ببین چه چیزیه، امام چی میخواد به ما بفهمونه؟ شکر یکی از نعمتهای تو را نمیتونم به جا برم و هرگز نخواهم توانست مگر با منت و بخشش تو، که باز سپاسگزاری تو و ستایش مجدد و عنایت تو و آماده دیگری را بر من لازم بدانی. خب من خدای تو زمینه رو فراهم میکنه، انسان توفیق میکنه. آری اگر من و همه شمارندگان از میان آفریدگان بکوشیم تا نعمتهای گذشته و آینده تو را شماره کنیم، قطعا نخواهیم توانست که نه آن را در عددی حصر کنیم و نه بر شمارش زمانی آن قادریم. چگونه میتوانیم در حالی که تو در کتاب گویا و گزارش راستین خود فرموده اید اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمیتوانید آنها را به شماره در بیارید. قول دادیم بعد از این بخش رو امشب صحبت کنیم که مقدمش یه مقدار طولانی شد. در این بخش می‌فرماید نکات ظریفی وجود دارد، همین چه گفته شد، که به آنها اشاره می‌رود. تفاوت میان شهادت از روی علم و شهادت از روی شهود، تفاوت این دوتا
یه مقدار مثال ضعیفی نسبت به مباحث حضرت استاد. اون دوتا عارف چیا بودن؟ ولی سینا بود، ابن سینا بود، با چی؟ ابریهان بیرونی؟ ابو سعید ابوالخیر، آفرین. اینها بالاخره جریانشو میدونید دیگه. من چون قرص حافظه‌ام میخورم، حالا باید یه مقدار کمک بگیرم. بالاخره اینا حرکت میکنن به سوی حضرت باری تعالی. حالا نمیدونم، قضیه واقعا یادم رفته، همینقدر مضمونشو بگم. بعد ازش میپرسند که از ابوالخیر چی؟ گفت اون چه ما با چشم باطن شهود رفتیم رسیدیم به جایی، اینم علماً و آنچه کور بود کر بود، ولی اساسنان اونجا بود. خب این رفت، این چنینی میشه مثل همونایی که دیگه اللهم زوجنا من الحور العین، اینا همون کورها هستن. یعنی نمیدونست، به قول استاد گرامی ما حضرت آیت الله جوادی آمونی میفهمه که بابا تو بهشت آفرینی، چرا دنبال یه طویل بهشتی آخه؟ تو جایگاه عظیمت اینه. ولی خب اکتفا میکنی به هر حال به حوری و به چشمه و جاری و آب و فهم. تو میگه میتونی بهشت آفرین بشی. میگن تمام بهشت و مراتبی که هست با یه نگاه کوچیک ابا عبدالله خلق شده. تو اسماء حسینی، تو هم میتونی، اما نه اکتفا میکنی دیگه. این بدبخت ها میگن همین اکتفا میکنن و حدی برای خودشون قائل میکنن جهالش انسان نفخت و من روحی هست. اون حد نداره، جایگاهشو نمیدونه، حد در همه چیز حد قائل میشه. اینو برای دانشمندان عزیزمون، متخصصین عزیزمون در رشته های مختلف پزشکی و غیر پزشکی بارها توصیه کردم، حد برای خودتون قائل نشید. تا میتونید بشکافید توی تخصص خودتون. نگو همینقدر خوبه، همینقدر. آقای بازاری، ما چند تا از رفقامون شرکت های بزرگی داشتن، کارهای بزرگ حتی کوچیک، همین بقالی و نمیدونم سوپرمارکتی و حد نداری. یه دونه سوپرمارکت 20 متریه باید 100 متری بشه، 100 متریه باید 200 متری بشه. اینا هیچ منافاتی با جهاد اکبر نداره، تهذیب نفس نداره. چرا که شما اگر نیت خیر داشته باشی، اون زمان ما با اون عزیزان میگفتم ارزآوری برای کشور خیلی مهمه. بعد صدها کارگر نون میبره. آقای سوپرمارکت شما اگر یه مقدار اینو گسترش بدی، 2 تا کارگر داشتی میشی 4 تا خانواده رو نون بدی. چقدر قشنگه. آقای دانشمند چی در علم خودش برای خودش حدی میگه نه همینقدر کافیه، و ای خودشو بالاخره ریشش تنبلی، سستی، اکتفا کردن به هم این بسه نداریم. تو نامحدودی، از نامحدود اومدی، انا لله اومدی و بخوای برگردیم به سوی او. مثالش زدم، ما مثل این موجهای دریا آغوش اهل بیته. خدای تبارک تعالی با جلال و جمالش این موجها ما رو هی بالا پایین میکنه. یه روزی معنویتمون خوبه، یه روزی خطا میکنیم، یه روزی بلا میاد، یه روزی خوشی میاد، یه روزی میخندیم، یه روزی گریه. موجها امتحان میشیم که از نفس باید خارج بشه، همش خدایی بشه و اینها. بعضی وقتا یه عده ارزشو ندارن، یا تنبلی، سستی، اکتفا میکنن به این رنجها و پوستا و شینی ها و شکلات ها، به صورت رمزی عرض میکنن.
مثل کف آبی توی کنار رودخونه و کنار دریا میفتن، یه شکلی دارن، حبابه دیگه، از قطرگی هم اومده بیرون، چون از اونجا از یه سنخیتی با آب داشته باشه این هیچ وقت از بین نمیره. ولی چون به حباب تبدیل شده بعد از یه مدت کوتاهی این بادش خالی میشه، از بین رفت، اون سنخیت اصلیش علم آدم اسما از دست داد. خیلی همون اینجوری هستیم، در کنار رودخونه ها باد کردیم و فکر میکنیم که بله، اما اونها که توی این موج جمال و جلال الهی استقامت میورزن، در آغوش دریا تربیت میشن دریا. یعنی از حقیقت اون دریا چه آمدن، علم آدم اسما از حقیقت اون دریا آمده، انا لله، از اون حقیقت و به اون هم متصل میشه. و الله طینت کفار ما رو تفاوت میان شهادت از روی علم شهادت. پس این ببینیم استاد چی میگه، من چه بیان خودم ناقصه، مثال زدم ذهنها آماده باشه. ورسینا با ابو سعید ابوالخیر ها، نمیدونم دیگه یادم رفت، ولی مثال ضعیفیه، مثال خیلی بالاتری میشه گفت. نکته اول حضرت استاد چه میفرماید در این رابطه با شهادت از روی علم و شهادت از روی شهود؟ چرا حضرت استاد اینقدر تأکید داره به شهود؟ بارها به ما میفرمود که سعی کنید توی جهاد اخلاص داشته باشید تا به توحید خالص برسید و نمیرسید مگر با شهود. کسی شهود نرسه همه کوریست. قرآن هم میفرماید که اینا همینجور که در این دنیا کور بودن در اون دنیا هم کورن. نمیگه بدن، نمیگه ظالمن، نمیگه کافرن، نمیگه مشرکن، میگه چون تو این دنیا کور بودن. من همون وقت که این شفاعت نقدی بود گفتم آقای امام زاده من حالیم نیست، من همینجا میخوام به هر حال شما رو ببینم. نقدی حالا تا حالا هم حاصل نشده، انشالله روزیمون بشه. به راستی شهادت دادن امام علیه السلام به حقیقت ایمان، نکته اول، به راستی شهادت دادن امام علیه السلام به حقیقت ایمان و یقین و توحید خالص و شراشر وجود شریفش، تو پارانتز مرقوم فرم با ذکر قریب به 42 امر از خصوصیات اعضا و جوارح خود با حقیقت ایمان و یقین خاص و 42 چیز از اعضا جوارح به این قدرت بر ادای شکر یکی از نعمتهای خدا را نداره. چه معنایی میتواند داشته باشد برای درک این معنا؟ میخواد شهود رو بگه علمی، کاش حالا از جهت علمی هم میرسیدیم. واقعا علم هم باید معنا بشه. علم همین الفاظ و اصطلاحات نیست. ببینین علم لدنی داریم، علم فلان داریم، فلان داریم، فلان، اشاره به اوناست. این علم الفاظ اصطلاحات مصطلحات نیست. حواستون باشه. چه معنایی میتواند داشته برای درک این معنی؟ اولا باید توجه داشت که میان آگاهی نسبت به عجز از ادای شکر الهی در مقابل نعمتهاش و شهادت دادن با حقیقت ایمان و یقین و خالص توحیدی که خود شهادت رو در پی خواهد داشت. فرق بسیار است، زیرا کسی تا چیزی رو نبیند کجا میتواند بدان شهادت دهد. و قلبی که با نور ایمان و یقین به پروردگار
شاهد او سبحانه نباشد، کجا ممکن است از او شهادت صادر شود؟ ما را هر روز یالغوز میذاره، چون مطالب یه مقدار ثقیل و شاید هم یه مقدار تلگرافیه. به هر حال دیگه خودتون میدانید و فرمایش حضرت استاد. منم بیش از این نه بلدم باز کنم، اگه بلد بودم من باز نمی کردم. ولی خودتون یه مقدار فکر کنید، تأمل کنید و بعد از اون تضرع کنید و توسل کنید تا به دست بیارید. حضرت استاد مثل افرادی که قلم فرسایی کردن و مطالب علمی رو در اصطلاحات الفاظی به کار بردن، اصلا از اونا نیست. ایشون وقتی بیانی رو میفرمایند در مقام شهود اون چه دیده هست رو در این قرآن مباحث قرآن فطرت و در این دعای عرفه مطرح میکنن. دقت کنید، این مطالب رو در کتاب ها نمیتونید پیدا کنید، در نوشتارها نمیتونید، در بیان ها نمیشنوید. اگر کسی قرآن به صراحت میفهمد، اگه مثلشو بیاره، واقعا اگه کسی مثلشو بیاره من بندهش میشم. هر کسی، شما علما اکثرا هم فرهیخته اید دیگه، از اساتید دانشگاه تا هیئت علمی رو من میبینم هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نمونه از فرمایشاتیشون رو از گذشتگان بیارید، یقینا من بنده و غلامتون خواهم بود. نخواهید و نمیتوانید. دوم مطلب رو میگه محو شراشر وجود در ذات الهی و شهادت با تمام اعضا و جواره. محو شراشر وجود، این محو نیست، طرف محو بشی به بچهش میگه یا تو جامعه بشی. نه، محو یعنی مثلا از مستغرق در ذات حضرت. محو اینه، یعنی بالاتر از شیدایی و مستی و اینا. حالا اینو داشته باشید. ببین حضرت استاد محو شراشر وجود در ذات الهی و شهادت با تمام اعضا و جواره. ثانیاً شهادت تمام اعضا و جواره ظاهری و باطنی قطعاً به معنای دقیق اشاره داره. داداش حضرت علامه طباطبایی، علامه طباطبایی سید محمد حسین، این داداشش سید محمد حسن الهی طباطبایی، لقب الهی هم داشت. میگن که از ایشون علامه حسن زاده آملی رحمت الله علیه، ایشون بیشتر ارادت به این بزرگوار داشت، شاگردیشون بود. میگه یه روز فرمودن همینجوری که خوابیده بودم، شهادت تمام اعضا و جواره. اعضا و جواره هم شهود میکنه چیزهایی رو. لحاف کش به خوابیده بودم، گفتم همین چیزی الان من مشاهده میکنم، مشاهدات خودش رو یا مشاهده‌ای داشت. گفت ببینم این دستم هم میبینه. میگه از زیر لحاف دستم رو کشیدم، دیدم آره همینجوری که قلب من مشاهده میکنه، این انگشت من هم مشاهده میکنه. کمکتون کردم. میگن تقلب برسون دیگه، ما هم تقلب رسوندیم. بالاخره انسان به جایی میرسد که اجساد فی الاجساد محقق بشه. اگه اجساد اهل بیت همه عالم رو، یه ناخن حضرت امام زاهد السلام تمام عوالم رو میتونه بچرخونه. اما بدنهای مطهرش مثل بدنهای، ولی اگه میگه شما تبعیت داشته باشه، شاید
این به این معنایی بدهد. آری آن کس که همچون امام علیه السلام به حقیقت ایمان و یقین و توحید خالص آراسته شد، تمام شراشر وجودش را محو در ذات الهی مشاهده می کند و برای خود چیزی نمی بیند و در واقع می توان گفت همه اعضا و جوارحو حالت شهودی پیدا می کند. در این حال چون حضرت در مقام بقای از فنا قرار دارد، می‌فرماید انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.